یکی از نکات مهم و پر اهمیت در صنعت ساخت و نصب سازه‌های فلزی آشنایی اولیه مهندسین به خصوص طراحان سازه‌های فلزی با برخی از نکات فنی و متالورژی جوش هستش. با ما همراه باشید تا این موارد مهم رو براتون توضیح بدم. سلام، ابوالفضل آقا نژاد هستم. امروز باز اومدیم به کارگاه ساخت سازه‌های فلزی تا چند تا نکته مهم دیگه خدمتتون بگم که البته این نکات بیشتر به مربوط میشه به طراحان سازه‌های فلزی. نکته‌ای که قابل ذکر خدمتتون میگم، نکاتی که من میگم نشان دهنده ضعف طراحان نیست. خدا رو شکر طراحان ما از علم خیلی بالایی برخوردار هستند. این نکات فنی که من امروز قراره بگم جهت ایده‌آور شدن و بهتر شدن موضوع و نشان دهنده ضعف نیست، که البته اگر این موارد قبل از طراحی بهش توجه نشه باعث تحمیل هزینه‌های خیلی بالای پروژه و یا برخی مواردی پیش میاد که به سختی قابل جبران هست و یا اصلا قابل جبران نیست. به خاطر همین لازم دونستم موارد رو خدمتتون بگم. حالا این موارد چیه؟ یه سری نکات هستش که طراحان قبل از اینکه سازه رو طراحی کنن خیلی بهتره این موارد رو حتما بهش توجه کنن. این موارد شامل چی هستش؟ اولین موضوع بازرسی عینی از محل پروژه قبل از طراحی هستش که این خودش شامل چند دسته هستش و جلوتر خواهم بهتون گفت. مورد بعدی آشنایی طراحان با مسائل مربوط به جوش و متالورژی جوش است. موضوع بعدی که خیلی اهمیت زیادی داره چک کردن مجدد طراحی انجام شده است که اینم جلوتر خدمتتون مواردش خواهم گفت که هر کدوم از این موارد از اهمیت خیلی بالایی برخوردار هستن که اگه بهش توجه نشه موارد خدمتتون گفتم میتونه چه موضوعاتی پیش بیاره. اولین موضوعی که بهتون گفتم بازرسی عینی از محل پروژه قبل از طراحی. چرا طراح باید این کار انجام بده؟ به چند دلیل. ببینید شما وقتی که میاید این بازرسیتون رو قبل از طراحی انجام میدید میتونید متوجه بشید که این پروژه قرار کجا نصب بشه، یعنی عرض کوچه چقدر هستش، این پروژه تو چه شیبی قرار داره، یعنی قابل هم بودن این پروژه به اونجا رو متوجه میشید. بخوام حالا جلوتر باید چند تا مثال خدمتتون بگم. همین بازرسی که انجام میشه به شما خیلی نشون میده که میخواید پروژه جوشی کنید یا پیچ و مهره. چرا جوشی یا پیچ و مهره؟ ممکنه پروژه شما تو جای قرار باشه بارندگی های نامنظم باشه، اونجا امکان جوشکاری وجود نخواهد داشت و بهتر پروژه پیچ و مهره طراحی بشه. یا اینکه نوع اتصالش رو شما میتونید تصمیم بگیرید چه اتصالی اونجا انجام بشه ترجیحاً بهتره. مثلا اتصال زیرسری روسری باشه یا اتصال دستکدار باشه یا اینکه نه اتصال از نوع مفصلی باشه. من اینا رو با یه مثال خدمتتون میگم. تو پروژه‌ای که من گفتم زیرسری روسری، تو یکی از پروژه ها تو محله سینک لواسون طراح قبل از اینکه پروژه رو بازدید کنه اومد یک پروژه‌ای با اتصالات دستک خیلی بلند طراحی کرد، ولی ما خدا رو شکر قبل از اینکه بریم پروژه رو واسه نصب ببریم یک جلسه بازدید کردیم، متوجه شدیم حمل این سازه به محل نصب امکان پذیر نیست و با صحبتی که با طراح انجام دادیم پروژه رو از اتصالات دستکدار تبدیل به اتصال زیرسری روسری کرد. این بابت چی بود؟ این موضوع بحث عرض کوچه رو نشون میداد که عرض کم کوچه اجازه نمیداد این دستک اونجا بره. یا تو یکی از موارد دیگه که پروژه تاپتانی بود طراح سازه یا طراحی کرده بود، قرار شده بود اونجا یه سازه با دستکی بلند اونجا بره داخل چاله، ولی عرض قطر چاله ما 90 سانتی بود و اتصالات ما بزرگتر از این موضوع بود و نمیشد اونجا جایگذاری بشه. با صحبتی که با طراح محترم انجام دادیم سازه از نوع دستک
تبدیل شد به اتصالات مفصلی که خیلی راحت اونجا قرار داده میشه. این مواردی بود که حتما تو بازدید باید بهش توجه بشه. یا تو بازدید عینی چه چیزای دیگه براتون میتونه اهمیت داشته باشه؟ تعیین شرایط حمل پروژه. شما وقتی یه کوچه‌ای دارید که ارزش کمه، نمیتونید پروژه رو با ستونهای بلند اونجا ارسال کنید. مثلا تو پروژه شمشکی که بود، طراح سازه رو چجوری طراحی کرده بود؟ ابتدا قرار شده بود سازه که در 5 طبقه بود قرار بود به یه 3 طبقه یا 2 طبقه بره نصب بشه، ولی معبر کوچه، عرض کوچه و محل نصب جوری بود که سازه 5 طبقه به 5 پارت تقسیم شد و دوباره رفت واسه بازطراحی و اتصالاتش عوض شد. اتصال ستون به ستون. یا تعیین وزن انعمان سازه. تو یکی از این پروژه ها بود انقدر مواردی جلوی پروژه بود، مثلا چند تا درخت بود یا انقدر کابلای زیادی اونجا بود، ما نمیتونستیم از جرثقیل سنگین سبک استفاده کنیم، مجبور شدیم از جرثقیل سنگین استفاده کنیم. اگر اینجا عرض کوچه اینجا به ما کمک کرد، اگر عرض کوچه اینجا کم بود امکان استفاده از جرثقیل سنگین نبود و جرثقیل سبک هم نمیتونه این المانا رو بلند کنه و حادثه خیز میشه اگه این کارو بکنه. این از مواردی بود که با بازرسی عینی شما میتونید متوجه بشید. موضوع بعدی که خیلی اهمیت داره آشنایی طراحان با مسائل مربوط به جوش و متالورژی جوش است. چرا؟ تو یکی از همین پروژه هایی که ما داشتیم، کاری که انجام شده بود، طراح اومده بود یک ورق زیرسری با ابعاد 40 میل و ورق روسری 50 میل طراحی کرده بود، ولی ورقی که قرار شده بود این پشت اونا بشینه ورق 10 میل بود. این همه حجم جوش اگه قرار بود اون ورق 10 میل تحمل کنه باعث ترد شدگی ورق میشه و اون تأثیر خیلی منفی رو پروژه داشت. و گاهی اوقات طراحان ما دیدیم اومده بعد جوش زیادی به ورقهای کم و یا برعکس بعد جوش کم به ورقهای ضخیم قرار داده که خدا رو شکر اینا تو همون سیستم WPS که تهیه میشه توسط کارخونه‌ها جلوگیری میشه، ولی حالا طراحان اینا رو اگه بدونن خیلی بهتره. موضوع آخری که امروز قرار خدمتتون بگم، چک کردن مجدد طراحی توسط شخص دیگه ایه. یعنی طراح میاد سازه رو طراحی میکنه، بهتره یه شخص دیگه اینو دوباره چک کنه یا با دقت بالای توسط خودش انجام میشه. چرا این مورد اهمیت داره؟ بخوام دوباره با مثال خدمتتون بگم، تو یکی از پروژه ها داخل تیراهن 16 طراح ورق 24 در 24 به تعداد خیلی بالایی قرار داده بود که با تهیه نقشه شاپ جلوی این اشتباه گرفته شد. یا قرار دادن تیراهن 24 در تیراهن 16 رو ما تو پروژه دیدیم. اینا مواردی هست که امروز لازم دونستم خدمتتون بگم. ممنونم که وقت گذاشتید و امیدوارم براتون مفید